این که مسابقه نیست سرباز. ریج، نمره امتحاناتت خیلی عالیه. توی کلاس درس یکی از بهترین شاگردان هستی، اما تو آزمون عملی شکست خوردی. من بهت ترفیع نمیدم، شاید سال بعد بتونی. قربان، من به طور مداوم مطالعه کردم و سعی می‌کردم که مثل یه رنجر رفتار کنم. تقاضا دارم در تصمیمتون تجدید نظر کنید. سرباز. قربان، پدرم امشب برمیگرده به خونه. چند ساله که اونو امروز برای ما روز خیلی خاصیه و باید بهش بگم که تونستم یه رنجر بشم. از طرف من به پدرت بازگشتش رو تبریک بگو. مرخصی. قبول شدی؟ تو امتحان رد شدم. اشکال نداره. زحل مووی رو فالو داشته باش تا اطلاعات فیلم‌ها رو کامل بدونی.